الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله. الحمدلله. سپاس و ستایش خاص پروردگار جهان و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و شهادت می دهم که هیچ خدایی نیست جز خدای یگانه و او را شریک و مثل مانندی نیست. انشاءالله به یاری پروردگار و با هدایت خداوند نماز جمعه این هفته را آغاز میکنیم تحت عنوان آبپیمای نوح. باشد که پروردگار ما رو در این مسیر و در این خطبه انشاءالله راهنمایی و هدایت کنه. برخلاف باور همگان، کشتی نوح یک کشتی بزرگ با امکانات خاص نبود. یک آبپیما و وسیله نقلیه ساده‌ای بود که از تیرهای چوبی و طناب ساخته شده بود. این رو آیات خداوند هم به ما ثابت میکنه و گرچه برای خداوند اصلا هیچ کاری نداشت که بخواد یک کشتی بزرگ و مجهز رو برای این کار در نظر بگیره، اما خواست پروردگار بر این بود که بدین گونه طراحی بشه و بدین گونه ساخته بشه و گرچه این آبپیمای ساده و ابتدایی بود، اما عظمت و قدرت پروردگار درش نهفته بود که انشالله آیاتش رو میخونیم و کاملا مشخص است و یک اثباتی هست روشن بر قدرت بیچون و چرای پروردگار که خداوند واقعا برای جهانیان این رو به عنوان یک درس عبرت، یک پند و یک آگاهی میذاره و پیغام و دلیلی هست برای ادای عهد پروردگار، اینکه پروردگار واقعا به عهدشون وفا میکنند و اینکه خدا به تنهایی کافیه برای همه ما. و می‌بینیم که این وسیله نقلیه ساده آبی در اون عذابی که شکل گرفت چگونه باعث شد که از مرگ و غرق شدن نبی خودش و مردمی که بندگان خالص خداوند بودند نجات پیدا کنند و این به ما ثابت میکنه که حمایت خداوند همه جانبه است و در هر زمان و هر مکانی این حمایت از نوعی پروردگار بر ما جاری هست و همچنین یک تذکر، یک پند، یک هشدار و یک درسی برای ما، برای آیندگان میمونه. خداوند در آیه 49 سوره 11 در این حقیقتی که روی داده اینگونه میگه: این از اخبار گذشته است که ما به تو وحی میکنیم. تو درباره آنها هیچ دانشی نداشتی، نه تو و نه مردم تو قبل از این. بنابراین صبور باش، پیروزی نهایی از آن پرهیزکاران است. یعنی کسی اطلاعی نداشته اصلا از این قضیه و خداوند بنا به دلایل این رو در قرآن جای میده و ما اون رو میخونیم به خواست پروردگار و خب گفتم همه اینا بر اساس حکمت و دانش پروردگار هست و خداوند به ما میگه که استقامت کنید و صبور باشید. در ادامه این حقیقت رو پروردگار میگه، این روایت رو پروردگار برای ما میگه تا به همون بگه پیروزی نهایی از آن پرهیزکاران است. پیروزی نهایی متعلق به کسانی است که در حکومت پروردگار جای دارند و از خداوند بدون هیچ گونه چون و چرایی اطاعت میکنن و تبعیت میکنن. و انشاءالله میخونیم این حقیقت رو و میبینیم که سراسر این حقیقت و این روایت چقدر برای ما درس داره، چقدر برای ما پند داره، چقدر ما واقعا میتونیم از این حقیقت که خداوند در دل قرآن نهفته درس بگیریم و دلگرم بشیم به نسبت به وجود پروردگار و بدونیم که بایست استقامت کنیم در این مسیر و همونجور که خداوند گفت پیروزی نهایی انشالله از آن پرهیزکاران خواهد بود. آیه 25 و 26 سوره 11 تحت عنوان نوح، اصلا ببینیم که نوح چه وظیفه‌ای داشته، چه رسالتی داشته، بعد به کجا میرسه که این آبپیما ساخته میشه، به چه وسیله ساخته میشه. سبحان الله، ببینیم قدرت خداوند و اطاعت بیچون و چرای نوح از پروردگارش. ما نوح را بر مردمش فرستادیم، می گفت من به عنوان هشدار دهنده آشکار بر شما می آیم. شما نباید غیر از خدا را پرستش کنید. من برای شما از عذابی روزی دردناک می ترسم.
نوح به مردمش هشدار میده و میگه خدا رو بپرستید و من پیغامی دارم برای شما که همون پیغام هست که پرستش پروردگار به تنهایی. سبحان الله. ما میبینیم که اولین دستوری که خداوند برای انسان جاری میکنه به پیامبرانش و رسولانش میده اینه که پروردگار رو به تنهایی بپرستید. و اینجا میبینیم که خداوند در این آیات که بر نوح در واقع داره نازل میکنه میگه که شما بایستی، نوح میگه که شما بایستی فقط و فقط خدا رو بپرستید و بهشون هم میگه که اگر خدا رو نپرستید عذابی دردناک برای شما فراهم میشه، که حالا انشاءالله اینها رو میخونیم و متوجه میشیم که گفتم که وعده خداوند حقیقت هست و خداوند حتما رسیدگی میکنه. حالا نوح مردمشون رو به خدا میخونده، دعوت به خداوند میکرده و به اونها میگفته چه چیزی اگر که اطاعت کنید خداوند رو در انتظارتون هست و اگر که اطاعت نکنید از آیات پروردگار و از فرامین پروردگار چه عذابی در انتظارتون هست. حالا ببینید اون مردمی که نوح در واقع اونها رو پند میداده، اونها رو به خداوند دعوت، اونها چه جواب به نوح میدادن؟ آیه 32 سوره 11 آنها گفتن ای نوح تو با ما بحث کردی و همینطور به بحث خود ادامه دادی. میدونن در قالب یک بحث در واقع داشتن به این قضیه نگاه میکردن، در فکر میکردن که حالا مثلا نوح داره یاوه‌گویی میکنه، داره حرفای بیهوده میزنه، نوح داره مثلا یه چیزایی میگه که ساخته ذهن خودش هست، ولی میگه شما تو داری با ما بحث میکنی. آنها گفتن ای نوح تو با ما بحث کردی و همینطور به بحث خود ادامه دادی. ما تو را به مبارزه میطلبیم تا عذابی که ما را به آن تهدید میکنه بیاوری اگر راست میگی. یعنی میگن نوح تو مثلا میگی که خب اگه که اطاعت امر پروردگارتون نکنید سرانجامتون هلاکت و بدبختی هست، برای ما بیار این رو، چرا بحث میکنی؟ برای ما این رو بیار. آیه 33 سوره 11 او گفت، نوح در واقع میگه خدا آن یکتایی است که اگر بخواهد آن را بر شما می آورد، آن وقت نمی توانید فرار کنید. نوح از جانب خودش حرف نمیزنه ها. نوح میگه خدا آن یکتایی است که اگر بخواد آن را برای شما می آورد. نوح هم نمیدونسته این عذاب که نازل میشه بر اینها و در واقع میگفته که اینها همه تحت اختیار پروردگار هست. عملا نوح میگفته من توانی ندارم، من اختیاری ندارم، من فقط یک رسول، یک نبی هستم که بیام پیغام رو به گوش شما برسونم و تمام اینها تحت کنترل پروردگار هست و اگر اون زمانش هم فرا برسه شما هیچ راهی ندارید، به هیچ جا نمیتونید فرار کنید. نوح به درگاه خداوند دعا میکنه بعد از حالا این مکالمات که رد بدل میشه. طبق آیه 10 سوره 54 نوح دعا میکنه به درگاه خداوند. او پروردگارش را دعا کرد به من ستم شده است، به من پیروزی عطا کن. حالا چرا نوح میگه به من ستم شده؟ سبحان الله. تو این آیه 26 خداوند میگه او گفت، دوباره نوح میگه پروردگار من به من پیروزی عطا کن زیرا آنها من را باور نکردند. ستمی که در واقع به نوح میشه نتیجه این بوده که نوح رو باور نمیکنند، پیامش رو باور نمیکنند و در واقع نوح رو مسخره میکردن مانند رسولان دیگه و حرف اون رو نمیپذیرفتن. سبحان الله. خداوند که آیات شما داریم توی قرآن که خداوند میگه قالوا ربکم ادعونی استجب لکم، خداوند به دعای نوح پاسخ میده. آیه 76 سوره 21 و آیه 75 سوره 37 و قبل از آن نوح صدا کرد و ما به او جواب دادیم. ما او و خانواده او را از بلایای عظیم نجات دادیم. بدین ترتیب نوح ما را ندا داد و ما بهترین پاسخ دهندگان بودیم. که امکان نداره در حکومت پروردگار حرکت کنی، تحت فرمان پروردگار باشی، اطاعت چون و چرا به فرمان پروردگار بسپاری و خداوند صدای تو رو نشنوه. خداوند حاضر و ناظر هست بر همه کس، بر همه کس ناظر هست و خداوند میگه ما نوح و خانواده او را از بلایای عظیم نجات دادیم. که حالا در رابطه با خانواده نوح که ما میدونیم پسر نوح و همسر نوح جز خانواده نوح نبودند و جلوتر انشالله صحبت میکنیم راجع بهش. خداوند میگه که توی این آیه 75 از سوره 37 میگه ما به نوح پاسخ دادیم.
حالا خداوند چی میگه به نوح در واقع؟ آیه 36 سوره 11 و 27 سوره 23. به نوح وحی شد: دیگر کسی از مردم تو ایمان نخواهد آورد به غیر از کسانی که قبلا ایمان آوردند. به خاطر اعمالشان غمگین نباش. خداوند میگه وقتی دعای نوح رو میشنوه، میگه نوح دیگه کسی ایمان نمیاره و تو هم غمگین نباش که اونها ایمان میارن یا نه. تو فقط پیغام من رو بده، به بهترین نحو با اونها صحبت کن، اونها به بهترین نحو دعوت کن و اصلا غمگینم نباش، چون هدایت در دستان پروردگار هست. ادامه میده خداوند: سپس ما به او وحی کردیم. تماما خداوند داره وحی میکنه، همه امر خداونده ها. آن وسیله نقلی آبی را بساز زیر نظر ما و بر طبق وحی ما. یعنی خداوند فرمان میداده که این وسیله آبی چجوری ساخته بشه. من در ابتدای خطبه گفتم که خداوند میتونست یک کشتی بزرگ مجهز با امکانات خوب و کافی طراحی بکنه، اما خواست پروردگار بر این بوده که این وسیله ساده آبی که از تیرهای چوبی و طناب بوده ساخته بشه. خداوند وحی میکنه به نوح. هنگامی که فرمان ما فرا رسید و جو به جوش آمد، در آن از هر نوع حیوانات اهلی خود جفتی قرار بده و خانوادت را، بجز کسانی که محکوم به فنا شده‌اند. با من از طرف کسانی که تجاوز کرده‌اند سخن نگو، آنها غرق خواهند شد. سبحان الله، چقدر این روایت و این حقیقت زیباست، چقدر پند و نکته توش هست، چقدر برای زندگی ما درس هست، چقدر خداوند به ما یاد میده. سبحان الله، سبحان الله. اولا که باور خیلی ها بر این بوده که خب نوح از تمام حیوانات روی زمین یه جفتی ورداشته و نمیدونم حالا اون سیلی که اومده تمام کره زمین رو فرا گرفته، ولی اصلا این گونه نبوده. در اینجا ما میبینیم که خداوند گفته از اون حیوانات اهلی خودت بردار و اونهایی که محکوم به فنا شدن راجب اونها اصلا من صحبت نکنم، راجب اونها حرفی به من نزن، چون اونها بایستی غرق بشن، بایستی به ستم، بایستی به محکومیت برسن به خاطر اینکه اونها تجاوزکار بودن. دکتر رشاد خلیفه توی زیرنویس آیه 40 و 44 سوره 11 اینگونه می‌نویسه: این حقیقت ثابت شده خداست. کشتی نوح تیرهای چوبی بود که به وسیله طناب‌های ابتدایی به هم متصل شده بود. حیوانات فقط حیوانات اهلی نوح بودند، نه همه حیوانات که در روی زمین زندگی می‌کردند. این که ما میگیم کشتی نوح یک کشتی ساده بوده، خداوند به صراحتاً در آیه 13 سوره 54 میگه: ما او را روی وسیله نقلی آبی که از تیرهای چوبی و طناب ساخته شده بود حمل کردیم. این سبحان الله، خداوند میگه ما حمل کردیم. از آن پروردگار بوده ها. یعنی اون تیر چوبی، اون طناب ها، همه اینها به خواست پروردگار بوده. خداوند داشته اون رو حمل میکرده. چرا؟ وعده خداونده، حمایت پروردگار هست. کسی که آخر میخندد بهتر میخندد. عنوان آیه 38 سوره 11. هنگامی که او کشتی را میساخت، هرگاه عده‌ای از مردمش بر او میگذشتند به او میخندیدند. او میگفت شما ممکن است به ما بخندید، اما همانطور که شما میخندید ما هم به شما میخندیم. و زمانی که نوح داشته اون وسیله نقلی رو میساخته، مردمی که باورش نمیکردن، مردمی که بهش ستم میکردن، مردمی که مسخرش میکردن میومدن و مدام بهش میخندیدند که تو داری یه چیزی میسازی که بیهوده هست، در صورتی که اونها خودشون به مبارزه طلبیده بودن نوح رو و بگو که اون عذاب که قرار فرا برسه چی هست. نوح میدونسته که چه اتفاقی قرار بیفته، ولی اونها در گمراهی و ناباوریشون اسیر بودن. خب میردن به هر حال به نوح و خداوند ایمان آورده بودن در اون زمان. و آیه 39 سوره 11: شما حتما خواهید فهمید که چه کسی از عذابی ننگین رنج خواهد برد و گرفتار تنبیه جاودانی خواهید شد. یعنی همه، چه اونهایی که نسبت به
خداوند ناباور هستند، چه منافقین، چه مشرکان، چه حتی اونهایی که ایمان دارن ولی ایمانشون رو به شرک آلوده میکنن، در عذابی که خداوند درشون مهیا میکنه ابدی و جاودان میمونن. این گونه نیست که بگیم برای یک مدتی اونها عذاب رو میچشن، برخلاف اعتقاد عده‌ای که بعد از این مدتی که عذاب رو چشیدن و عذاب رو تحمل کردن پاک میشن و حالا بعد میان توی بهشت. ولی این گونه نیست. آن کسی که سزاوار پاداشه تا ابدیت این سهم پاداششون بره و اون کسی که سزاوار عذاب هست این عذاب رو تا ابدیت خواهد بود. خب من خطبه اول رو اینجا به اتمام میرسونم. انشاءالله توی خطبه دوم در رابطه با عذابی که خداوند نازل میکنه انشاءالله صحبت میکنیم. توبه کنیم به درگاه پروردگار، توبه الله، توبه میکنیم. الحمدلله، سپاس و ستایش خاص پروردگار جهان و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و شهادت میدهم که هیچ خدایی نیست جز خدای یگانه و او را شریک و مثل مانندی نیست. خب در خطبه اول اشاره کردیم به فرمان پروردگار که به نوح گفت که چه کاری انجام بده و در خطبه دوم انشاءالله در رابطه با عذابی که پروردگار نازل میکنه صحبت میکنیم. یاری خدا. عذاب خداوند جاری شد. آیه 16 سوره 54، 11 54، 12 54. چه هولناک بود مجازات من پس از هشدارها. خداوند میگه عذابی که من برای اینها فرستادم بسیار عذاب وحشتناک و هولناکی بود که برای اینها فرستادم. این نتیجه اعمال و رفتار خودشون بود، این نتیجه ناباوری خودشون بود، این نتیجه تمسخر رسول خداوند بود. سبحان الله. سپس ما دروازه های آسمان را گشودیم، آب پایین ریختیم. سبحان الله. خداوند فرمان میده از آسمان آب پایین میریزه. خداوند میگه ما دروازه های آسمان را گشودیم. باور من بر اینه که حجم بسیار زیادی آب از آسمان داشته میریخته. خداوند میگه دروازه های آسمان را گشودیم و خداوند میگه و ما باعث شدیم تا چشمه ها از زمین بیرون آید. یعنی از آسمان آب میریخته، از زمین هم آب میجوشیده. سبحان الله. آبها به هم پیوستند تا تصمیم از قبل گرفته شده به وقوع پیوند. این آبها با همدیگه یکی شدن. آیه 40 سوره 11. هنگامی که قضاوت ما آمد و جف فوران کرد، یعنی زمانی فرا رسید که دیگه بعد اون عذاب بر اینها نازل میشد. خداوند گفت نوح دیگه کسی به تو ایمان نمیاره و اون زمان فرا رسید. هنگامی که قضاوت ما آمد و جف فوران کرد، ما گفتیم از هر نوع زوجی در آن حمل کن، همراه با خانواده خود، بجز کسانی که محکوم شدند. حمل کن با خود کسانی را که ایمان آوردند و فقط عده کمی با او ایمان آوردند. سبحان الله، سبحان الله. عده کمی میپذیرند پیام پروردگار رو. خداوند در این قرآن سراسر به ما این رو میگه که عده کمی هستن که در واقع این رو آیات رو میپذیرن، نشانه‌های پروردگار رو قبول میکنن. ما میبینیم در این قوم بنی اسرائیل خداوند میگه که 2 نفر، دکتر رشاد خلیفی میگه 2 نفر در واقع ایمان آوردن غیر از موسی و هارون. از اون قوم بنی اسرائیل 2 نفر در واقع بودن که با موسی و هارون شدن 4 نفر و انجام خداوند میگه عده کمی به اون ایمان آورده بودن. حالا دروازه‌های آسمان باز شده، زمین چشمه‌هاش جوشیدن گرفته، زمان فرا رسیده و خداوند در آیه 14 سوره 54 میگه آن زیر نظر ما روان گشت، پاداشی برای کسی که تکذیب شده.
یعنی اون وسیله نقلیه به اذن پروردگار به حرکت در میاد برای پاداش به نوح و اون کسانی که ایمان آورده بودند. آیه 28 سوره 23 و 29: هنگامی که با همراهانت بر روی وسیله نقلیه آبی جای گرفتی باید بگویی سپاس خدا را که ما را از مردم پلید نجات داد. این عذابی بوده برای اونهایی که ایمان نداشتن و نعمتی بوده برای کسانی که ایمان داشتن. سبحان الله. تماما دقت کنیم، تماما خداوند داره این وسط حکم میکنه ها. میگه باید بگویی ستایش خدایی را که ما را از مردم پلید نجات داد. خداوند هست که میتونه ما را از دست مردم ستمکار و پلید نجات بده. و بگو پروردگار من را در مکانی مبارک پیاده کن، تو بهترین تحویل دهنده هستی. همونجور که این وسیله نقلی به اذن پروردگار حرکت میکنه، به اذن پروردگار هم متوقف میشه و خداوند به نوح میگه این گونه دعا کن. آیه 41 سوره 11 باز خداوند ادامه میده. او گفت، خداوند میگه سوار شوید، روان شدن و لنگر انداختن آن باید به نام خدا باشد. همه چیز باید به نام پروردگار باشه. همه چیز تحت کنترل پروردگار است. یعنی سبحان الله نوح کنترل بر این قضیه نداشته ها. خداوند سکان این وسیله نقلی رو در دست داشته. او گفت سوار شوید، روان شدن و لنگر انداختن آن باید به نام خدا باشد. پروردگار من عفو کننده است، مهربان ترین. آیه 45 سوره 11 آیه هست که چندین نکته داره. نوح پروردگارش را دعا کرد. یعنی اون زمان دیگه نوح به درگاه پروردگارش دعا میکنه. میگه پروردگار من، پسر من عضوی از خانواده من است و وعده تو حقیقت است. تو حکیم ترین حکیمان هستی. نوح باز یه یادآوری میخواد بکنه، یه سفارش میخواد بکنه. یک پسر من هم هست. چند تا نکته مهم داره. یکیش این که یه پند مهم و بزرگ رو خداوند در آیه 46 سوره 11 به ما میده. خیلی خیلی پند بزرگی است و ما حتی حالا میخونیم و باید بین مراقب چه قضیه باشیم. او گفت ای نوح، او از خانواده تو نیست. خداوند جواب میده، میگه پسر تو گرچه پسر تو هست ولی از خانواده تو نیست. این از پرهیزکاری به دور است. دقت کنیم، این از پرهیزکاری به دور است که چیزی را که نمیدانی از من درخواست کنی. ما در دعا کردن به درگاه پروردگار باید مراقب باشیم، جوری دعا بکنیم که از اون چیز که اطلاع نداریم سراغش نریم. من به تو پند میدهم، خداوند میگه من به تو پند میدهم تا مبادا مانند جاهلان شوی. یعنی این که ما یک نفر میبینیم میمیره میگیم خدا بیامرزتش، روحش شاد، خدا نمیدونم رحمتش کنه، این اشتباه هست. خداوند میگه این از پرهیزکاری به دوره. اون کسی که مرد طلب آمرزش دیگه برای جاری نیست. هر آنچه انجام داده خدا داند او. ما نمیدونیم که چه اتفاقی. ما در زمان زنده بودن یک کسی اگر میخوام برای کسی دعا بکنیم، بهترین دعا این که خدا هدایتت کنه. خداوند بخوایم که کسی رو هدایت بکنه، اگه خواست پروردگار بر این باشه و اون شخص مورد هدایت پروردگار قرار بگیره، یعنی سلامتی مطلق، یعنی خوشبختی مطلق، یعنی آرامش مطلق. همه اینها در گروه هدایت هست. ما میدونیم اگه کسی هدایت نشه به درگاه پروردگار، نه به سلامتی کامل دست پیدا میکنه، نه به خوشبختی کامل دست پیدا میکنه، نه به آرامش کامل دست پیدا میکنه. یه بار دیگه میخونم این آیه رو. او گفت ای نوح، او از خانواده تو نیست. این از پرهیزکاری به دور است که چیزی را که نمیدانی از من درخواست کنی. من به تو پند میدهم تا مبادا مانند جاهلان شوی. افسانه شفاعت از بین خواهد رفت. آیه 10 سوره 66. میبینیم که اینجا افسانه شفاعت هم از بین میره. همسر و پسر نوح خانواده نوح نبودن. خدا از کسانی که ایمان نیاوردند همسر نوح و همسر لوط را مثال میزند. آنها با 2 نفر از بندگان پرهیزکار ما ازدواج کرده بودند، اما به ایشان خیانت کردند و در نتیجه ایشان نتوانستند
به هیچ وجه در مقابل خدا با آنها کمک کنند. یعنی نبی خدا، رسول خدا نتونست برای همسرش و برای فرزندش طلب آمرزش و مغفرت بکنه. ابراهیم نتونست برای پدرش همچی کاری انجام بده. به هر دوی آنها گفته شد با آتش جهنم داخل شوید همراه با کسانی که سزاوار آن شدند. زن نوح و زن لوط هر دو جزو متجاوزین بودند. حالا وقتی که خداوند در آیه 46 میگه، به خطاب میکنه به نوح، میگه اون خانواده تو نیست، ولی خداوند به ما میگه خانواده شما کی هستن. نکته دومش اون آیه 11:46 که گفتم چند تا نکته داره. نکته دوم، خانواده ما چه کسانی هستن؟ خانواده واقعی آیه 10 سوره 49. مؤمنان اعضای یک خانواده هستند. شما باید در میان خانواده خود صلح برقرار کنید و به هیبت خدا حرمت نهید تا باشد که از رحمت برخوردار شوید. اون خانواده ژنتیکی ما، خانواده ژنتیکی ما هستند. ما هیچ گونه دخل و تصرفی درش نداشتیم که در چه خانواده به دنیا آمدیم، چه کسی پدر مادر ما شدند، چه کسی خواهر برادر ما شدند، چه کسی فرزندان ما شدند. هم بر اساس حکمت دانش پروردگار هست، اما خداوند به ما میگه اونها خانواده شما نیستند. میگه خانواده شما مؤمنینند. خانواده ما کسان هستند که وقتی در کنارشون قرار میگیریم کلام پروردگار جاری میشه، صحبت پروردگار جاری میشه، اطاعت پروردگار جاری میشه. از گناه دوری میکنیم در اون لحظه. صحبتی که رد و بدل میشه صحبتی هست که ما رو به خوشنودی خوشبختی میرسونه. زیرنویس آیه 11:46 شفاعت مؤثرترین طعمه شیطان است تا مردم را به بت پرستی وادار سازد. اگرچه ابراهیم نتوانست به پدرش کمک کند، نوح نتوانست پسرش را کمک کند و محمد نتوانست خویشاوندانش را کمک کند. یعنی اگر قرار بود شفاعت و افسانه شفاعت حقیقت داشته باشه، خب اینها که نزدیکترین بودن دیگه. ابراهیم سالیان با پدرش زندگی کرده، نوح همچنین. حالا این سه تا نکته رو من گفتم که در واقع تو این آیه 11:46 11:45 بود. حالا نوح در آیه 47 سوره 11 وقتی خداوند بهش میگه که مراقب باش، من دارم به تو پند میدم که تو از من چیزی میخوای باید دقت بکنی، به خداوند جواب میده. او گفت، نوح میگه پروردگار من به تو پناه میبرم تا مبادا دوباره تو را برای چیزی دعا کنم که از آن اطلاعی ندارم. اگر تو مرا نبخشی و به من رحم نکنی با بازندگان خواهم بود. پس مراقب باشیم که در دعاهامون ببینیم چی میخوایم از ناحیه خداوند. 11:42 همانطور که آن با ایشان در میان امواج همانند تپه ها حرکت میکرد، یعنی اون آبپیمای ساده، خداوند میگه در میان امواجی که مثل تپه بود، اینقدر عظیم و بزرگ بودن، نوح پسرش را که جدا افتاده بود صدا کرد: ای پسرم بیا به ما بپیوند، با کافران نباش. باز هم داشت دعوت میگرفت از پسرش که بیا ایمان بیار و بیا با ما در آخرین لحظه. اما تکبر پسر نوح، غرورش اجازه نمیداد. او گفت من به بالای تپه پناه خواهم برد تا من را عذاب در امان بدارد. پسر نوح میگه. نوح در جوابش میگه او گفت امروز هیچ چیز نمیتواند کسی را از قضاوت خدا در امان بدارد. فقط کسی که سزاوار رحمت او هستند نجات خواهند یافت. امواج آنها را از هم جدا ساخت و او در میان کسانی بود که غرق شدند. وقتی عذاب پروردگار فرا برسه هیچ راه فراری به جایی نداری. یعنی پسر نوح که در زمره کسانی بود که نوح رو مسخره میکرد و با ناباوران بود، وقتی که دید عذاب خداوند جاری شده، همون عذابی که مردم ستمکار نوح اون رو میطلبیدن، این گفت خب من برم برای بالای تپه وامیستم که آب من فرا نگیره. اما نمیتونست فرار بکنه. سبحان الله. آیه 77 سوره 21 ما او را در مقابل مردمی که آیات ما را رد کردن حمایت کرد. یک وسیله ساده ابتدایی، چند تا تیر چوبی با چند تا تناب ساده، در اون عظمت
عذاب پروردگار که خداوند میگه اندازه تپه بوده موجهاش، خداوند حمایت میکنه و باعث میشه که اون نجات پیدا کنه و اون غرق نشه. جایی که کشتی به خشکی نشست، آیه 44 سوره 11. حالا این عذاب نازل شد، دروازه های آسمان باز شد، چشمه ها فوران کرد، غرق شدن تبهکاران. باز فرمان خداوند جاری میشه. خداوند میگه اعلام شد، خداوند فرمان میده ای زمین آب خود را فرو بر و ای آسمان بازی است. سبحان الله، سبحان الله. اطاعت مطلق بی چون و چرا. سپس آب فرو نشست، قضاوت انجام گرفت، بالاخره کشتی بر تپه های جودا نشست. آن وقت اعلام شد متجاوزین هلاک شدند، به سزای اعمالشون رسیدند. زیرنویسش میگه برخلاف عقیده عموم سیل محدود بود به ناحیه اطراف دریای مرده امروزی، همون بحرالمیت. این گونه نبوده که کل زمین رو فرا گرفته باشه. دکتر رشاد خلیفه میگه که این مربوط به منطقه بحرالمیت بوده. خب فرمان خداوند دستور داد که آسمان بایسته، زمین هم آب رو فرو ببلعه و خداوند در آیه 48 سوره 11 اعلام میکنه. اعلام شد ای نوح پیاده شو، با صلح و برکات بر تو و بر امتهایی که از نوادگان همراه تو خواهند بود. به نوح فرمان میده که پیاده شو. برای امتهای دیگر از نوادگان تو ما برای مدتی به ایشان نعمت خواهیم داد، سپس آنها را به عذاب دردناک گرفتار میکنیم. یعنی از اون جماعت که پیاده میشن بعضی هم باز به بی ایمانی میرند. وقتی میگی که بر امتهای دیگر از نوادگان تو ما بر مدتی نعمت میدیم، سپس اونها به عذاب دردناک مبتلا میشن. یعنی اونها نوادگانشون هم باز مجدد مرتکب گناه میشن. این گونه عظمت پروردگار رو میبینن ولی باز هم ناباور میشن نسبت. حالا این سیل، این عذابی که بر اینها نازل شد، خداوند در آیه 14 سوره 29 و 37 سوره 25 میگه این نتیجه اعمال خودشون بوده. این چیزی بوده که خودشون انتخاب کردن و این چیزی هم است که برای همگی ما اتفاق میفته. ما نوح را نزد مردمش فرستادیم و او 1000 سال 50 سال کم نزد آنها ماند. در نتیجه آنها گرفتار سیل شدند به خاطر تجاوزهایشان. تجاوز کردند و گرفتار سیل شدند. به همین ترتیب هنگامی که مردم نوح رسولان را باور نکردند، ما آنها را غرق کردیم و آنها را نشانه‌ای برای مردم قرار دادیم. ما برای متجاوزین عذابی دردناک آماده کردیم. یعنی اونها تجاوز کردند، رسولان رو باور نکردند، پس در نتیجه مستحق و مستوجب عذاب پروردگار شدند. و آیه 15 سوره 45 رو به عنوان آیه آخر این خطبه من در نظر گرفتم که خداوند به ما دستور میده، به ما امر میکنه، میگه ما آن را درس عبرتی قرار دادیم. این حقیقتی که پروردگار برای ما تعریف میکنه در قرآن و امروز در خطبه اول دوم به لطف پروردگار در رابطه باهاش صحبت کردیم، خداوند یک درس عبرتی است برای شما. آیا هیچ یک از شما میخواهد یاد بگیرد؟ خداوند میگه این رو من همینجوری باری به هر جهت نگفتم که شما به عنوان یک داستان بخونید. باید یاد بگیرید از این اگر خواهان سعادت و خوشبختی هستید. خداوند ما رو هدایت کنه به سمت خودشون. لحظه به لحظه صحبت‌های خودم رو اینجا به پایان میرسونم. انشالله آماده بشین برای نماز. اقم الصلاة. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله.